استقلالیت والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجدار تاجیک است. استقلالیت برای ما تاجیکان امکان واقعی فراهم آورد که راه امروز و آینده ملت و پیشرفت منبعد کشور عزیز ما را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی انتخاب نماییم. استقلالیت برای خلق تاجیک رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولت سازی و دولتداری مستقل، کار و پیکارهای پیگیرانه سازندگی، عزم و تلاش‌های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانده معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و عالی‌ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تأمین نمود. استقلالیت برای مردم تاجیک نشان برجسته پایداری دولت، بقای سیمای ملت، رمز اصالت و هویت، ایدئال و آرمان‌های تاریخی، شناسنامه بین المللی و شرف و اعتبار به جهان متمدن پیوستن کشور صاحب استقلال تاجیکستان می باشد. در این تاریخ کوتاه با سیاست سازنده پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، هر گوشه دیار، شهر و نواحی و دهات و روستاهای کشور رشد کردند و مردم مهنت دوست تاجیک بهر رسیدن به زندگی شایسته تلاش می کنند. ناحیه دیوشتیج، سابق ناحیه غانچی، تاریخ بیش از 2500 ساله دارد. در تاریخ هستی خیش چند مراتب ناحیه تغییر نام کرده است. سال 2016 با پیشنهاد پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به ناحیه نام یکی از قهرمانان خلق تاجیک دیوشتیج گذاشته شد. ناحیه دیوشتیج در شمال و غرب جمهوری تاجیکستان و قسم جنوب و غربی ولایت سوخت واقع بوده. از شمال با ناحیه سپیتامین، از جنوب و غرب با ناحیه‌های کوهستان مچاه، عینی، شهرستان، از طرف غرب با شهر استرافشان و از طرف شرق با ناحیه لیلک ولایت بادکنت جمهوری قرقیزستان هم مرز می باشد. مساحت عمومی ناحیه 1588.7 کیلومتر بوده. متناسباً 6.3% مساحت ولایت سوخت را تشکیل می نماید. مسافه بین پایتخت کشور شهر دوشنبه از مرکز ناحیه شهرک غانچی 280 کیلومتر و تا مرکز ولایت شهر خوجند 70 کیلومتر بباشد. ناحیه در نشابه شمالی قطارگوی ترکستان واقع گردیده. سرحد آن از تیغه قطارکوه در بلندی 4743 متر از سطح بحر تا همواری وادی فرغانه طول کشیده است. اهالی ناحیه در ماه ینوری سال 2025 بیش از 194,000 نفر به قید گرفته شده است. در سالهای استقلالیت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان 5 مرتبه به ناحیه دیوشتیج سفر کرده، با وضع کارگزاری و برنامه رشد آشنا گردیده، مصلحت‌های مفید دادند و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه مؤسسه‌های تعلیمی، کارخانه‌های خرد و کلان صنعتی ساخته شده، راه‌های داخلی و بین ناحیوی و خصوصیت‌های جمهوریوی داشته تعمیر و از نوسازی شدند. در ناحیه دیوشتیج بهر عملی گردانیدن سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان یک قطار کارها به سامان رفته ایستاده است. امروز ساکنان سربلند این ناحیه از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان، از سیاست پیشگرفته جناب عالی محترم امام علی رحمان خیلی خرسند بوده بهر در عمل تطبیق نمودن دستور و نشاندادهای پیشوای معظم ملت کار و فعالیت نموده ایستادند. سال 2019 پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در وضعیت تنتنوی پرچم دولتی را در ناحیه برافراخته باغ نوبنیاد را مورد استفاده قرار دادند. در این باغ مجسمه دیوشتیج رونمایی شد. بلندی آن با پایش 12 متر می باشد.
دیوشتیج یکی از شاهان آخرین سغد سمرقند، حاکم پنجکند و قهرمان مبارز آزادخواهی سغدیان ضد اصطلاحگران عرب می باشد. پرافشان گردیدن پرچم ملی در مرکز ناحیه با مقصد در روحیه ملی تربیت نمودن نسل جوان و بلند برداشتن هویت ملی به حساب می رود. اویدی اجرایش دستور و نشاندادهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به کارهای آبادانی، سازندگی، بنیادکاری کارها با مرام ادامه داشته. امروز سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان که این پیش از همه مناسبت درست با همسایه کشورها، سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی را همه جانبه دستگیری نموده ایستادند. ناحیه دیوشتیج یکی از ناحیه‌های کشاورزی مملکت به حساب رفته در تامین بازارهای منطقه با محصولات کشاورزی نقش بارز دارد. البته ما کشاورزان کوشش میکنیم که با مقصد تامین نمودن بازارهای استعمالی با محصولات طرح تازه استحصال خودی غنی گردانیم. با این مقصد طبق استرکتورای پیشنهاد نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق در فصل ترماه سال 2024 برای حاصل 2025 به جای 7311 گکتار با استفاده از باد هوای مساعد در میدان 11447 گکتار یا اینکه نظر به دورنما 4136 گکتار کشتی ترماهی بیشتر یعنی زیادتر گذرانده شد. همین طریق دورنمای کشتی بهاری 23825 گکتار را تشکیل میکند. در ناحیه 372 خوجگی دهقانی، 220 کооپراتیو استحصالی و 574 خوجگی دهقانی انفرادی فعالیت میکنند. میدان عمومی زمین‌های کشاورزی 121884 گکتار، از جمله زمین‌های کارم 36184 گکتار، از حساب زمین‌های آبی 12016 گکتار را تشکیل می‌دهد. در سالهای استقلالیت با هدایت پرزیدنت مملکت برنامه ناحیوی کشاورزی تهیه شده سال تا سال زمین‌های آبی زیاد کرده می شوند. 78000 گکتار زمین در ناحیه همچون چراگاه استفاده می شود. ناحیه اقتدار بزرگ کشاورزی را دارا بوده با تطبیق گردیدن لایحه‌های آبیاری می تواند نقش بزرگ در رشد جامعه گذاشته باشد. ناحیه برای زیاد کردن استحصال محصولات کشاورزی یکی از ناحیه‌هایی که ذخیره امکانیت‌ها اقتدار خیلی بزرگ است. چون در ناحیه روی همین موازنه زمین بیش از 21000 گکتار زمین‌های لالم به حساب می‌رود. در حالت آبیاری کردن یعنی آبیاری نمودن زمین‌های تشنه لب البته استحصال محصولات زیاد می‌گردد. حساب بلند برداشتن حاصلناکی. با این مقصد ما 3 لایحه پیشنهاد کردگی هستیم. یک تای آن این ساخته به استفاده دادن خط آبی دهکسای دهنسای لایحه علاقه تیار شده. یک 3-4 سال پیش از قبل از این ساختمان این انشاءات خیلی مهم برای ساکنان ناحیه آغاز گردیده بود. همگی 11 کیلومتر لوله های آهنین قطرش 1 متر باید خوابانده شود و در حالت به استفاده دادن این انشاءات در جماعت های نزدیکوهی، جماعت دیهات راستراود، وحدت، اسماعیل سامانی و موجون بیش از 2000 گکتار میدان کشتی کارتاشکه زیاد کردن ممکن و این به ما امکان می‌دهد که در ناحیه استحصال کارتاشکه باز علاوه 100,000 تن زیاد گردد. در ناحیه زراعت‌های غله‌دانگی از قبیل گندم، جو، زراعت‌های لوبیاگی، لوبیا، جواری مکه، زراعت‌های روغنده، همزمان کارتوشکا، پیاز، سبزی و دیگر نمود زراعت‌های نیاز مردم به طور وسیع کیش کرده می‌شوند. در ناحیه کشاورزی ساحه اساسی خوجگی خلق می‌باشد.
کل کشاورزان و کارگاه‌های وابسته به خواجگی قشلاق و تامین رشد ساحه نائل گشتند. نسبت به سال 2023 سرعت افزایش استحصال کارتوشکا 108.7%، سبزوات 100%، پالزی 138.2%، میوه‌جات 150%، انگور 12% و گوشت چاروا و پرنده 107.1%، شیر 112.4% تامین گردیده است. نزدیک 5000 گکتار در دوام سالهای استقلالیت به گردش کشاورزی وارد کرده شده است. حساب کافتن چاه‌های آماده البته در ناحیه زمین‌های کارم با آبی گردانده شده، کشتی زراعت‌های آبی کش کرده می شود. همین حساب مجموع محصولات کشاورزی اگر 3 سال پیش از این اگر در ناحیه با مقدار نزدیک 800 میلیون سومانی باشد، با جنبست سال گذشته یعنی سال 2024 ما نزدیک 2.5 میلیارد سومانی را محصولات عمومی کشاورزی تشکیل نمود. در ناحیه انفراساختار باغ و تاکپروری پیشنهاد گردیده، وابسته به آن سیستم باغ و تاکپروری عملی شده ایستاده است. تا این زمان به حساب میانه باغ‌های اینتنسیوی وابسته به نقشه دورنما 25000 و تاکپروری 15000 گکتار پیش بینی می شود. زمین‌های خواجگی یاری رسان 2605 گکتار، جنگل و بیش ازار 6757 گکتار، بوتزار 3168 گکتار تشکیل می دهد. در ناحیه برای رونق چارواداری افزون گردانیدن استحصال خوراک چاروا چاره‌های عملی اندیشیده می شود. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان در ناحیه ده‌ها بنای تعیینات اجتماعی و دارای اهمیت جمهوریوی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه، کارگاه‌های صنعتی از قبیل کارخانه کارکرد فلزات، کارگاه آهک و خشتزنی، نقطه فروش سوزشواری بنیاد گردیدند. اوید به رشد ساحه صنعت چخیل که در پیام نوبتی خود اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سالهای 2022-2026 را همچون سالهای رشد صنعت اعلام کردند و در این زمینه موافق ناحیه نقشه چاره‌بینی مرتب داده شده. در دوام 5 سال باید ما 15 عدد کارخانه‌های صنعتی خرد و کلان را ساخته به استفاده دهیم. در همین جا قید کردم با مورد است که اگر 10 سال پیش در ناحیه 7 عدد کارخانه‌های صنعتی فعالیت می‌کردند و محصولات استحصال کرده آنها در مجموع 12 میلیون سومون را در بر می‌گرفت، در جنبش سال 2024 26 عدد کارخانه‌های صنعتی با پرگی فعالیت کردند که محصولات استحصال نموده آنها زیاده از 114 میلیون سومون را تشکیل داد که اگر با فایز گیریم 10 مراتب زیاد گردیده است. ما ساکنان و مردم سربلند ناحیه بهر در عمل تطبیق نمودن سیاسی پیشگرفته امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان را همه جانبه دستگیری نموده بهر آباد و زیبا نمودن یک گوشه تاجیکستان عزیز سعی کوشش می‌نماییم. در ناحیه 257 نقطه سودا، 66 مؤسسه خوراکواری، 24 آسیابی برقی، 118 مؤسسه خدمترسانی فعال است که در آنها 989 نفر به صاحبکاری مشغولند. تا سال 2009 در ناحیه تنها 53 مکتب تحصیلات میانه فعالیت میکرد. در سال 2025 باشد این شماره به 66 رسید. همزمان در این هنگام 3 گیمنازیا و 8 باغچه برای کودکان ساخته به استفاده داده شد. در این مؤسسه ها 41,000 خواننده به تعلیم فرا گرفته شده است. در سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ اولا تعداد مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تا مکتبی زیاد کرده شده است. بسیار بیناهای تعمیر طلب مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه طریق حشر تعمیر و ترمیم کرده شده.
در سمت تجهیزانیدن کابینت‌های فنی، بهتر گرداندن شرایط تعلیم و تربیت در تعلیمگاه‌ها هم از جانب شخصان سخاوت پیشه و هم با دستگیری اهالی ناحیه در این سمت خیلی بهبودی ها شده است. همچنین من ذکر کردنی هستم که سال 2019 وقتی که پیشوای معظم ملت به ناحیه ما تشریف آوردند، بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 دهه یختن که از تعمیر پورا برآورده شده بود با اشتراک پیشوای معظم ملت مورد استفاده قرار داده شد. همچنین در همان دهه، یعنی در دهه یختن، بینای خوشتر و زمانوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی کودکستان دوستی به فعالیت آغاز کرد. پس از 2 سال دیگر در دهه هزار چشمه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 در شکل خیلی مجهز و زمانوی و خوشتر قامت افراخت که در افتتاح این مؤسسه تعلیمی نیز پیشوای معظم ملتی ما شرکت داشتند. شکرانه میکنیم که امروز در نوحه ما که 56 از 56 دهه عبارت میباشد، در همه دهه ها مؤسسه تعلیمی عمل کرده است. سال گذشته در دهه که در جماعت دلیان بالا دهه فیض‌آباد بود، من مؤسسه تعلیمی نداشتیم و یک مقدار خواننده های ما در شهر استرابشان و یک مقدار آنها در دهه دلیان در گیمنازی 2 تحصیل میکردند. ما مؤسسه تعلیمی رقم 66 را شدیم و این دهه هم پورا با مکتبی زمانوی تامین شد و خوانندگان این دهه البته در مؤسسه تعلیمی خودشان خوانده ایستادند و در یک سال البته همین سال خودش در المپیاد جمهوری نماینده خواننده همین مؤسسه تعلیمی جای سوم را اشغال کرد از فن تاریخ. همه ساله 70% خطکنندگان مکتب‌های ناحیه به دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری و خارج کشور داخل می‌شوند. جوانان و نورسان در آزمون‌های جمهوری و المپیادهای فنی فعالانه شرکت می‌کنند. زیاده از 20 نفر خوانندگان ما در المپیاد جمهوری اشتراک کردند و 10 نفر خوانندگان با مدال‌ها و 4 نفر جای افتخار را ما گرفتیم. 2 نفر خواننده ما با مدال طلا، 3 نفر خواننده با مدال نقره و 5 نفر خوانندگان ما صاحب مدال برنجی گشتند که این افتخار شعبه معرفی ناحیه میباشد. در ناحیه یک بیمارخانه مرکزی و 7 بیمارخانه منطقوی فعالیت میکند که با تجهیزات زمانوی تامین میباشد. بیمارخانه از حساب کادرهای صحوی تنقیصی نمیکشد، زیرا اکثر طبیبان ساکنان ناحیه میباشند. دوران صاحب استقلالیت مردم ما خصوصا اهالی ناحیه برای طبابت معاصر گرفتند. حتی برای معاینه طبی به شهرهای کلان خصوصا خوجند، استرابشان، دوشنبه سفربر می شدند. یعنی که هم وقت اثر می شد، هم مبلغ، هم سرسانی. هر یک بیماری پیش از اون که وقت تیز صحت یابد باید سری وقت دریافت، سری وقت توبت کرده شود. همین از دست دادن وقت، صرف نکردن وقت با ایش میشد که در ناحیه ففت بین هم کلانسالان هم خردسالان به نهایت زیاد بود. از آن جمله بیماری‌های شیراتی به مانند زردپروی، بغمدرد در بین اهالی خیلی زیاد شدگی بود. پس از من این دوران استقلالیت، پس از آن تغییراتی که شد، من این سال نسبت به سالهای گذشته بیماری زردپروی به نهایت همگی بیشتر به قد گرفته شد. دیگر بیماری‌های به نهایت خطرناک در ناحیه به قد گرفته نشده است. در ناحیه دیوشتی جوانان همچون قشر پیشبرنده جامعه فعالند، زیرا 50,000 نفر اهالی را جوانان تشکیل می‌کنند.
واقعا هم اگر درباره دستگیری و باوری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان سخن گوییم، البته با سخن ابراز کرده نمی شود، زیرا که امروز در مقیاس ناحیه قریب 50,000 نفر جوانان می باشند که از اینها 59 نفر گیرندگان استیپندیه پرزیدنتی می باشند و آنها با یک روح و الهام تازه و با تشبس‌های نو فعالیت خود را به راه مانده برای رشد و نموی کشور و ترغیب و تشویق سیاست دولتی جوانان را پیش برده ایستادند. برای تربیت و در کارهای جمعیتی سفربر کردن جوانان محفل‌های صحوی فعالیت می‌کنند. در آنها بیشتر جوانان فعال جلب کرده می‌شوند. همزمان در ناحیه میدان‌های خرد و بزرگ ورزشی فعالیت دارند که آنجا جوانان ورزشگر به بخش‌های گوناگون ورزش جلب کرده شدند. آنها در چاره‌بینی‌های ولایتی و جمهوریوی اشتراک نموده صاحب مدال و افتخارنامه‌ها می‌گردند. امروز در ناحیه دیوشیش یک مؤسسه دولتی مکتب ورزشی وجود دارد که در آن 447 نفر خوانندگان، از اینها 47 نفر دختران مشق و تمرین میبرند و در این مؤسسه عاید به نمودهای ورزش‌های فوتبال، والیبال، شахمت، ورزشی سبک مشق و تمرین می نمایند. باعث خرسندی آور است که ورزشگران ناحیه دیوشتیش در مسابقه های جمهوریوی و بین المللی فعالانه اشتراک نموده تنها در 3 ماهه اول سال 2025 31 مدال و خزینه ناحیه دیوشتیش وارد نمودند که از این 10 مدال طلا، 15 مدال نقره و باقی مانده مدال برنجی را صاحب گشتند. همزمان نقش جوانان در رشد جامعه شهروندی، بلند برداشتن هویت ملی و سازندگی و آبادانی ناحیه کلان است. در ناحیه رشد ساحه سیاحی زیر نظارت دائمی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی قرار داشته. 40 دختران دهه مدک، سریچشمه دهه سرخابچه، مقبره خواجه ابوطاهر واقع در دهه خوجه ها و شرشره دهه دلیان بالا برای پذیرایی مهمانان و سیاحان موافقند. به خصوص 40 دختران و معرفی و پژوهش نیاز دارد. سال تا سال شمار سیاحان به این مکانهای تاریخی می افزاید و همزمان این مکانها با مبلغ‌گذاری حکومت ناحیه و صاحبکاران محلی آباد و زیبا می گردند. بهر اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت برای به کار انداختن کارخانه‌های نو، استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، تدبیرهای سودمند راه اندازی می‌شوند. عین حال در ناحیه 26 کارخانه صنعتی فعالیت می‌نمایند که حجم محصولات استحصال شده همه ساله می‌افزاید. اگر از 26 کارخانه صنعتی که امروز فعالیت کرده ایستادند، از این 4 عدد کارخانه صنعتی عاید به استحصال خشت پخته و خشت خام می باشد. یک عدد کارخانه صنعتی کلان حجم که موافق ناحیه این با استحصال نمودن آهکسنگ مشغول است که کار فعالیت نموده ایستاده است. باقی مانده کارخانه صنعتی که فعالیت دارند این از استحصال نمودن ریگ و قوم شغل، کارخانه دوزندگی، کارخانه مبل براری، کارخانه عاید به خشت خام و دیگر کارخانه خرد میانه می باشد. برای تامین اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت جهت دستگیری دولتی همه نمود فعالیت صاحبکاری به خصوص صاحبکاری خرد و میانه در حل مسائل اطلاعاتی، تشکیلی و حقوقی و مالیوی، قرضدهی، کارهای معین
عملی می شوند. به خصوص صاحبکاری استحصالی افضلیت اساسی دارد. اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتدار رقمی و اینواسیون مسئولین ساحه را وادار می سازد که در فعالیت منبعه خود اقتصاد رقمی را عملی نمایند. محصولات استحصال نموده کارخانه آهکبراری که قید کردیم ما امروز بیرون از جمهوری به صادرات برآورده ساختند که به جمهوری همسایه قرقیزستان و به جمهوری همسایه ازبکستان شرطنامه بندی کرده شده. صادرات بیرون از جمهوری شده است. کارخانه صنعتی عاید کارکرد خشت پخته و خشت خام که فعالیت نموده استادند ما حاضر از جانب این کارخانه به شهر و ناحیه همسایه هم نیز امین خشت‌های پخته کارخانه‌های صنعتی ما به فروش برآورده شده است. در ناحیه 24 کتابخانه محلی و یک کتابخانه ناحیوی و یک کتابخانه بچگانه فعالیت می‌کند که با کتاب‌های تازه نشر زمان استقلال تأمین کرده شده‌اند. جوانان و نورسان و اهالی منطقه همیشه از آن مکان‌ها به طور وسیع استفاده می‌نمایند. قصر فرهنگ ناحیه در سالهای صاحب استقلالی تعمیر پوره گردیده برای گذراندن چاره‌بینی‌های سطحی ولایتی و ناحیوی آماده میباشد. تنها در 3 سال اخیر 7 نفر جوانان و هنرمندان ناحیه در آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانای کتاب است صاحب جایهای نمونوی شدند. در دوران استقلالیت در ساحه فرهنگ ناحیه دیوشتیش دستاوردهای نظررس عرضی وجود کردند. این هم باشد به شرافت سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است. در ناحیه دیوشتیش یک قصر فرهنگ، 16 کلوب، 4 خانه فرهنگ دهات، 24 کتابخانه، یک مکتب صنعت بچگانه ناحیه، театр халқӣ фаъолият менамояд, дар хизмати меҳнаткашон аст. Я Азиза Бахор, ученица 11 класса первой школы Деваштийского района, являюсь получательницей президентской стипендии 2024-2025 года. Я хочу выразить слова благодарности нашему основоположнику страны Эмомали Рахмону за то, что он предоставляет нам такие возможности получать образование в разных сферах учебы. Мы, юноши страны, обещаем, что в будущем поступим в лучшие вузы страны и будем служить, с гордостью служить нашей Родине. Я уже в течение 4 лет участвую в олимпиадах и конкурсах, как Фрори Супидоно и Китобаст, в республиканских олимпиадах, и мне удалось получить 2 раза бронзовый медаль. نقش زنان در ناحیه نظررس دانسته می شود. شمار عمومی زنان 96374 نفر را تشکیل می دهد. از این حساب 396 نفری آنها در وظیفه های راهبری کننده فعالیت می کنند. در ناحیه دیوشتیچ زنان و بانوان موقع خیلی مهم دارند. 27% خدمتچیان دولتی را در ناحیه زنها تشکیل می دهند. این از آن دلالت می دهد که بانوان در ناحیه در وظیفه های اداره کننده، در وظیفه های پرمسئولیت کار کرده ایستاده برای پیشرفت جامعه سهم ارزنده می گذارند. از اهالی قریب 200,000 نفره این ناحیه 98,000 نفرش را بانوان تشکیل می دهند. شمار بیشتری کارمندان شعبه معارف و کارمندان طب را زنان تشکیل می دهند. همزمان شمار زنان هنرمند در ناحیه کم نیست. زنها برای از میان نرفتن هنرهای مردمی سهمی زیاد دارند. شماره زنهایی که هنرمند هستند نیز خیلی نظررس است. آنها توسط گرانت های پرزیدنتی، گرانت رئیسی ولایت دستگیری می‌یابند و
تکانی خوب میباشد تا آینده فعالیت اقتصادیشان را بهتر نمایند. 136 نفر خدمتچی دولتی از حساب زن، 2717 نفر قریب زنها آموزگار، 1116 نفر زنها در ساحه طب و 83 نفر زنها در ساحه فرهنگی کار میکنند. در ناحیه برنامه دولتی استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030، برنامه تربیه و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند برای سالهای 2023-2030، برنامه دولتی رشد عائله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028، برنامه دولتی عاید به پیشگیری زورآوری در عائله برای سالهای 2025-2030 مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. با مقصد سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه نقشه خاصه راه اندازی گردیده است که وابسته به آن تا این سنه مبارک باید 583 انشاءات خرد و کلان تعیناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده شود. به حالت امروزه از این حساب 435 انشاءات کیها آماده گردیده است. متصدیان ابراز داشتند که در سال 2022 116 انشاءات، در سال 2023 101 انشاءات و در سال 2024 218 انشاءات های در نقشه بوده به استفاده داده شدند. باید اظهار داشت که در برابر به استفاده دادن انشاءات های نو 3285 جای های نویکاری دائمی و موسمی تشکیل کرده شدند که 75 از 113% نقشه را در بر میگیرد. همین گونه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با مقصد با دستاوردهای ارزنده مهنتی استقبال گرفتن جشن تاریخی ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جهت تأسیس کارگاه‌های صنعتی نو، استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، توسعه روند رشد ساخت‌های سودا و خدمت‌رسانی، دستگیری صاحبکاری، رشد ساختمان و شهرسازی، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و باغ و تاکزار، افزایش سرشمار چاروا، رواج ساحه تخم پروری و ذات پروری، بهتر نمودن آبرسانی، از خودکنی زمین‌های نو، بلند برداشتن بازده زمین، رشد هنرهای مردمی و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان را آموخته و برنامه لازمه را برای دورنمای رشد ناحیه تصدیق نموده است. ناحیه همچون یک پاره سبز تاجیکستان عزیز روز تا روز آباد و زیبا می گردد و ساکنان ناحیه با شکرگزاری از سیاست سازنده پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان تلاش دارند که در آبادانی یک گوشه وطن محبوب سهمی بیشتر گذارند.